میگن حتی دیدن عکس این زن خوششانسی میاره. تو خونه همه کردا یه تصویر ازش هست و براشون نمادی از خوشبختی و برکته. زیباترین زن جهان، شاماران، نیم مار و نیم انسان. داستان از اونجایی شروع شد که یه روز جاماس با بقیه هیزم شکنا توی جنگل مشغول جنگ کردن هیزم بودن. که به یه غار پر از عسل برمیخورن. همراهای جاماسپ تمام عسلا رو برمیدارن و جاماسپ رو توی اون غار تنها میذارن و میرن. جاماسپ اونجا گیر میکنه و ناامید نشسته که یهو روزنه نور توی دیوار میبینه. سری میره و خرابش میکنه و به یه گذرگاه عجیب که به یه باغ عجیب تر ختم میشه میرسه. پاشو که توی باغ میذاره تموم مارا احاطش میکنه. دری چشاشو میبنده و منتظره که خوراک مارا بشه که میبینه هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی با ترس و لرز چشاشو باز میکنه زیباترین زن جهانو میبینه که داره بهش میخنده و بهش میگه خیالت راحت، من شاهمارانم و جای تو اینجا امنه. الهه‌ای که دانای تمام اسرار جهان بود و جاماسپ با خودش به قصرش میبره و ازش پذیرایی میکنه. از چیزایی که بلده به جاماسپ یاد میده. کم کم یه دل نه 100 دل عاشق هم میشن. اما بعضی از آقایون، جاماسپ که حالا یه کوچولو علم شاهمارانو داره و میدونه که چجوری باید از اونجا خارج بشه، میگه من دلم برای خانوادم تنگ شده، مجبورم که به شهر برگردم. شاهمارانم دلش میشکنه ولی خب مخالفتی نمیکنه. اما بهش میگه مبادا که بذاری یه قطره آب روی پوستت بشینه، چون از هم نشینی با من خوی منو گرفتی. جاماسپ هم قبول میکنه و میره. سالها میگذره و جاماسپ هموم نمیره. اما خب پادشاه شهرشون یه مریضی لاعلاج میگیره که حکیما فقط براش یه تجویز دارن: گوشت لذیذ شاماران. پادشاه که نمیدونه دقیقاً کی جای شاهمارانو بلده، تمام مردم شهر رو فرا میخونه که به حمام عمومی بیان. وقتی که نگهبانا میبینن جاماسپ داره یواشکی از زیرش در میره، اونو توی آب میندازن. کم کم فلس‌های بدنش نمایان میشه. پادشاه جاماسپ زندانی میکنه و حسابی شکنجهش میکنه تا جای شاهمارانو لو بده. شاهمارانو میگیرن و میارن. برمیگرده و به پادشاه میگه بدن منو 3 قسمت کنی. هر کی سرمو بخوره دانای مطلق میشه، هر کی دممو بخوره قطعاً میمیره و هر کی بدن منو بخوره تمام بیماری‌ها ازش رفع میشن. شاهمارانو میکشن و پادشاه تنشو میخوره و تمام بیماریاش رفع میشن. وزیر زیرک میاد که سر شاهمارانو بخوره، اما چون سر و دمش خیلی شبیه همه اشتباهی دمشو میخوره و اینجوری از دنیا میره و سر شاهماران به جاماسپ میرسه و با خوردنش تبدیل میشه به یه حکیم بزرگ که تا آخر عمرش به مردم کمک میکنه. جالبه که بدونین توی ایلام و کرمانشاه معتقدن که دختر شاهماران هنوز زنده است و شاهماران بعدی شده. تمام آرزوها رو برآورده میکنه و دخترها وقتی عاشق میشن یا کشاورزا همه نذر شاهماران میکنن و آش داکولان شاهماران میپزن. این آش از گندم و عدس، برنج، کشک، روغن، پیاز، نخود و ادویه‌ای مخصوص خودش تهیه میشه. بین همسایه ها پخش میشه و معتقدن که وقتی که دارن این آشو هم میزنن هر آرزویی که بکنن برآورده میشه. جالبه که بدونید توی یه سری فرهنگا وقتی که یه مار رو توی خونشون میدیدن آش شاهماران رو نذر میکردن،
چون معتقد بودن اون مار قطعاً و حتما از طرف شامارانه و اگر که براش نذر بکنن اینجوری قسم دادن شامارانو که آسیبی به آدمای اون خانواده نزنه و براشون برکت و ثروت بیاره. تصویر شاهماران، زنی با بدن انسان و پایین تنه مار، تو طول قرنها تو فرهنگ عامه مناطق مختلف خاورمیانه بازآفرینی شده. پژوهشگرا شاهماران و بخشی از میراث شفاهی آناتولی و کردستان میدونن. هرچند که ما میتونیم این نماد رو از شمال ایران تا جنوب توی اکثر خونه ها پیدا کنیم، از بلوچستان تا لرستان، از بندرعباس تا خزر. این نماد بین تمام مردم ایران و فرهنگ ایرانی هم پخش شده و بسیار بسیار محبوب بوده، مخصوصا بین مامانا و مامان بزرگا که یه طرح از شاماران حتما توی خونه هاشون داشتن و دارن، حالا یا به شکل یه قاب که آویزه روی دیوار، یا به شکل اون توریایی که روی پشتیا مینداختن، یا به شکل پتو، حسیر یا فرش. خیلی هاشون هم گردنبندشو داشتن و همیشه نزدیک خودشون نگهش می‌داشتن. این افسانه نسل به نسل منتقل شده و توی سفال و ادبیات و روایت‌های محلی و قالیبافی این مردم حضور داشته و براشون نمادی از خوشیومنی و ثروت بوده. معتقدن که توی تاریک‌ترین لحظه‌های زندگی شاهماران با یه روزنه امید پیداش میشه و نجاتشون میده.